من در زندان مدرن خیش جهنمبان رمانتیک در برزخم. کبریتی به آتش میکشم از سرما، نه که من دخترک کبریت فروش باشم و پکیج گرمایی خانه متروکم کور، نه، اجاق آتش است و تکنولوژی بیدار، اما ربات ها بی‌حس و قلب ها از آهن و سردی در بینابین انرژی برق و گاز حکم فرما. پس به آتش میکشم جهنم پیشینیان باروت و قطعه باریک چوب کبریت را از برای سرمای فیتیله منجمد وسط مومیایی پارافین و خمیر شده فرعونان تاریخ. آری من شمعی به تنهایی و سردی شب تنهایی روشن کردم که سرد از دوری و غربت است، نه از شومینه و شوفاژ. همزمان برزخ من جهنمی روشن می شود، آتشی از تنه های خرد شده درختان در شومینه هیزومی و شمع‌های چیده شده روی میز همسایه مبل خاکستری که خود از تن دزدان و غارتگران قرن قبل است و کور و کر و لال و بی حرکت نشسته در انتظار فرسودگی و سوختن. ولی آنان که می سوزند فیتیله و شمع و هیزم و درخت نیستند، بلکه شمع‌ها و هیزم‌های ساخته شده و رویده از خاک و زمین هستند و زمین آرامگاه جهنمیان خوابیده در قبر و قطره‌های آویزان شمع اشک‌های منجمد که از تکرار به غلظت عفونت رسیده و از انکار و همنشینی آتش. من به آرامی خیره به بیرحمی آتش انجیری در دهان میگذارم. آیا به راستی دانه های کوچکی که از درون انجیر زیر دندانهایم خرد میشوند جمجمه های جهنمیان و درختی که از زمین رویده تن خوابیده در قبرشان است؟ و من در مقابل شومینه و ظرف میوه به تماشا و مجازات آنها میپردازم که سالها قبل بعد از مرگ تنشان را زیر خاک کردند و نامه اعمالشان را به دست چپشان دادند و در بند و خاموش جزوی از درختان و چوب و هیزم و شمع و میز شدند. آیا به راستی آنان در جهنم میسوزند و من و ما از گرمایشان لذت میبریم و از سوختن و تقاص پس دادنشان به آرامش و گرما میرسیم؟ عجب، پس جهنم وجود داشت و دارد و من در زندان مدرن خود جهنمبان رمانتیک در برزخم. پس برزخ وجود داشت و به همین خاطر موجودات زنده بر روی آن گمراه و بیخبر بودند. گمراه و بیخبر را مرگ حلال نیست، چرا که ممکن است تشنه تلنگر باشد برای تغییر و جنگیدن در راه بهشت که حتی برای حشرات موذی فرصت زندگی است. حال سوال این است: آیا بهشت هم وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، تا کی باید در برزخ به تماشای جهنم نشست؟ آیا تا دیدن و درک کردن گناه جهل فرعونیان پیشین در آتش شومینه؟ اگر جواب مثبت است، پس سزاوار بهشتم و طلب دارم من از این زندگی، از این شبا. من در زندان مدرن خیش جهنمبان رمانتیک در برزخم. من در حال مجازات کردن چوب